سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. من قراره یه روز کامل با هم دیگه باشیم، کلی کار با هم دیگه انجام بدیم. بریم که شروع کنیم. نگاه قیافم با خوابم میاد. ساعت چنده؟ ساعت 15:40 است و فکر نکنید من الان از خواب بیدار شدم. بچه‌ها من دیشب خیلی زود خوابیدم. فکر کنم ساعت خیلی زودی که دارم میام ساعت 12 بود. خب به هر حال نسبت به حالا هر روزی که من میخوابم بهتره. خیلی زود خوابیدم و یه ساعت فکر کنم 7 صبح 7:30 اینجوری بودم بیدار شدم. بلند شدم، حالا صبحونه خوردم فلان و دلم خیلی درد میکرد. یعنی از 7 صبح بکنم دارم 2 تا من قرص خوردم، شبم 2 تا، این 4 تا. هنوزم داغونه. الان میخوایم با هم دیگه دمنوش درست کنیم. آبشم میخوام درست کنم و جا مامی ریختیه و آره دیگه میخوایم با هم دیگه دمنوش درست کنیم. یکم درست کنم. خب با هم دیگه دمنوش درست. چرا قیافم اینجوریه؟ چرا؟ خوبه بابا. آره با هم دیگه میخوایم دمنوش درست کنیم. بعدش یه دونه ست شمیز و شلوار هست که مال مامانمه، باید مثلا کوتاش کنم که اونم با هم دیگه انجام میدیم. بعد ساعت 8 با دوستم قرار دارم، یعنی باید برم خونهشون و ببینمش دیگه. حالا با هم دیگه آماده میشیم و میریم. نمیدونم اونجا ولاگو ادامه میدم یا نه، اما تا جایی که بتونم سعی میکنم ولاگو واسهتون ادامه بدم. و اینکه من صبح دوش گرفتم و آره موهام خوش نکردم و خودشون خوش شدن. میبینید موهام اینجوری جنگلیه به خاطر همونه، چون که من موهام سشوار نکشیدم. و بریم که روزمون رو با هم دیگه شروع کنیم. فردا ساعت 9 میام. اوکی بهت زنگ میزنم. قربونت، خدافظ. بچه‌ها از با دوختش بخوام مثلا کوتاه کنم 12 سانت میشه از این پایین. دیگه ادامه میدم، میذارمشین تا
تا اینجای آستینش هم میشه 9 سانت تقریبا. به خونه مامانم ببین چقدر خوشگله. من اینا رو اینجوری سوزن زدم که دیگه ببرم زیر چرخ. اینم از این شلواره، اینم اینجوری زدم. نمیدونم، ولی الان میخوام موژه بزنم. پس بریم با هم دیگه که موژه بزنیم. خب بچه ها، چیزایی که ما اینجا نیاز داریم موژه است که ما چند مدل موژه داریم. این موژه فیشره، خب این موژه کایلی شماره 12 و 10، اینم موژه من میخوام کایلی بزنم. این کایلی شماره 16 و 14 که من میخوام از این استفاده کنم، پس اینا رو بر میدارم. خب این چسب دان میگن واسه فیکس کردنش من از این استفاده میکنم و از این چسبه از این واسه کاشت استفاده میکنم. از اینم اینو ببین، اینم کلا در اومدی و اینم من حالا لابلش این دیگه اینقدر استفاده کردم نکنین دورش چه شکلی شده. اینم لابلاش ازش استفاده میکنم. نیاز داریم به قیچی واسه برش دادن مژده ها، به پنس واسه فیکس کردن و موچین واسه کاشت.
خب اینا رو آماده کنم اینجا. اول شما میتونید از وازلین استفاده کنید، از روغن زیتون، روغن آرگان، ولی من از روغن بچه استفاده میکنم چون که مثلا چشمو اشک نمیاره. مثلا وازلین و اینا رو که زدم چشمو اشک میآورد. یه ذره اینجوری سر ناخونتون میزنید، بعد اینجوری میزنید زیر چشتون. بچه‌ها لثه های چش بالاتون چیز نشه، فقط یعنی روغنی نشه. الان من دارم آموزش میدم. یا برش اینجوری بزنید به دستتون، به صورتتون. بچه‌ها میکاپ هم تموم شد، نظر بدین چطور شدن. سبینا هم هر جا بریم آبرو ما رو میبره. سبینا دست تکون بده. سبینا دست تکون بده. بوس بفرست. اونجا؟